ایجن هلو گود مورنینگ. آقا شما زدی به ماشین من سوار کردی؟ روزتون بخیر خانم. واسه من یادداشت میذاری؟ زنگ میزنم پلیس پدرتو در بیاره. خسارت بسارتم نمیخوام. اتفاقا من یه مدتی هم کنار اتومبیلتون ایستادم منتظرتون شدم که تشریف بیارید، ولی از بیمارستان تماس گرفتن با من و گفتن که بیمار اورژانسی است. مجبور شدم که صحنه تصادف رو ترک کنم. من فراموش کردم که خودم معرفی کنم خدمتتون. دکتر حسابی هستم، فوق تخصص جراحی زیبایی از دانشگاه بارسلونا. میگم آقا شما که دکترین، آخه ازتون بعیده. ببینید چه بلایی سر ماشین من آوردین. بازم عذر میخوام ازتون و ازتون اجازه میخوام که خدمتتون برسم و اتومبیلتون تحویل بگیرم و مثل روز اول تحویلتون بدم و در این مدت اتومبیل خودم رو در اختیارتون قرار بدم که بی ماشین نمونید. نه خیلی ممنون، خودتون لازمتون میشه. نه بابا خانم، من اتومبیل زیاد دارم. در ضمن این حداقل کاریه که از لحاظ اخلاقی من موظفم که انجام بدم. خیلی ممنون. ضمن جسارتا میخوام خدمتتون عرض کنم که اگه میدونستم بانویی که باهاش تصادف کردم صدای به این زیبایی داره، قید بیمار اورژانسی رو میزدم و میموندم. وای تو رو خدا نگیر اینطوری. بیمار اورژانسی خیلی مهمتره. بابا خانم، چیزی که زیاد بیمار اورژانسی خانم با شخصیت مثل شما کم پیدا میشه. من پس امروز بعد از ظهر اگه اجازه بفرمایید خدمتتون میرسم. به امید دیدارتون آقای دکتر. بی صبرانه منتظر دیدارتون هستم تا بعد از ظهر. ادیوس. دوستم داری؟ نه